میان سال تیگه به رهنا شونشینی نقل شب رهنا چندی تی سرسختی دبوی رهنا تی مرد. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در بازار سنتی لاهیجان. امروز شنبه 26 اسفند ماه و ساعت حدود 11 صبح. سال جدید رو به همه گیلانی ها، گیلان دوست ها، هموطنان نازنین در سراسر جهان تبریک میگم. انشالله که سالی پر از سلامتی و آرامش با خبرهای خوب برای شما عزیزان باشه. به دلیل استقبال زیاد از بازار محلی لاهیجان که در فصل بهار انجام داده بودیم، تصمیم گرفتیم ویدیو جدیدی با کیفیت و تجربه بیشتر و البته حال و هوای پیش از عید از بازار سنتی و محلی لاهیجان تهیه کنیم. لاهیجان برخلاف شهرهای دیگر استان گیلان بازار هفتگی نداره و بازار محلی در اون همه روزه در این مکان، یعنی در نزدیکی میدان چهار پادشاه و انقلاب برگزار میشه. بیشتر این بازار در قسمت کاشف غربی محل فروش محصولات محلی توسط روستاییان است که محله زیبا و جالب گابنه که قبلا ولاگش رو در کانال قرار دادیم در پشت این بازار قرار داره. محله گابنه یک محله قدیمی به سبک دهه 60 که هنوز حال و هوای اون رو حفظ کرده. لینک ولاگ مربوط به این محله در قسمت توضیحات این ویدیو در دسترس شما عزیزان قرار داره. بخش دیگر بازار روز شماره 2 نام داره و محصولات مثل زیتون، حبوبات، پوشاک، میوه‌جات در این قسمت به فروش میرسه. حال و هوای عید ماهی قرمز که جذابیت این بازار رو چندین برابر کرده. لاهیجان به عروس گیلان معروف و یکی از دیدنی ترین و توریستی ترین شهرهای گیلان در طول سال به ویژه تعطیلات نوروزی محسوب میشه. قسمت لینک پلیلیست مربوط به این شهر که چندین ولاگ از جاهای زیبا و دیدنیش رو در این کانال قرار دادیم رو براتون در قسمت توضیحات ویدیو یا دیسکریپشن قرار میدم. خواهشاً با لایک و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. در ضمن در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ولاگ جدید قرار داده میشه. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
آبه نرفنی تو بنده ای عراج المراج هر مدل دوست به نگاه بود قیمت ارزان سلام ارزان برگسیر ارزان سلسی دونو عندي هذا مای قرمز داتو مای قرمز داتو اینجا بپرد من اینجا چون میرن انگار تو دانی باید کجا میرن خدا برکت همه مدیر ببانید چی؟ Ay, 7 kilo namaga up cuma, sama sibis cuma.
Ama sen gel, yusuf samanı üstü. Bu da güzel. Aha 1 kilo mu? Gel domates. Gel. Gel peşinden dokunuyor. Gel gel. Bir gördüğü abi. Hadi şeyim var. Thank you.
दो किसान पहले बराबर है
گیر باید جنگلیش هم خوشمزه است. این فعلا از همون یه نیم کیلو رو بده. جعبه ولی از این کوچکتر گنبد سی تومن
ده